چرا امارات متحده عربی از اسرائیل حمایت میکنه؟ سلام و درود، خوش اومدید به پیج شاهین شهر تیوی. امارات متحده عربی هیچ موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک خاصی نداره که باعث این پیشرفت چشمگیرش شده. صرفاً توی نظام تک قطبی تعریف میشه، اونم مقابل ایران. شما در نظر بگیرید اگر این نظام تحریمی از بین بره، شهرهایی مثل چابهار، بندرعباس، کیش، قشم، بوشهر، تمام شهرهای ساحلی ایران یا حتی عراق هر کدوم میتونن یه پا دبی باشن و امارات کلا به حاشیه میره و محو میشه. برای همینه که بن زایدا با همکاری و همپیمانی با غرب سعی میکنن جایگاه فعلی خودشون رو حفظ کنن. برای همینه که حاضرن دستشون تا مفرق تو خون بیگناههای غزه شریک صهیونیستا باشه. برای همینه که حاضرن میلیاردها دلار هزینه بکنن. حتی اخباری هست که از جنگنده های اماراتی توی بمباران غزه استفاده شده. واقعا پول زیاد، مثل فقر مطلق، ویرانگره. نظراتتون رو برام بنویسید، خیلی برام مهمه. یا علی.